وزارت امر معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نوروز را از جشن‌های غیر اسلامی خوانده اعلام نمود که هیچ کسی در افغانستان نباید نوروز را جشن گیرد. محمد یحیی عارف، یک مقامدار این وزارت، در یک پیام ویدیویی گفت که از جانب این وزارت منتشر گردید تاکید میکند که نوروز عید مسلمانان نیست و در ادامه افزود که کسانی که از نوروز تجلیل میکنند و به آن احترام میگذارند از دین اسلام خارج میشوند. او اینچنین گفت نوروز عید ماجوسیان است و عید غیر مسلمانی است و عید مشرکین است. از این لحاظ به گفته این منصبدار گروه طالبان، مسلمانان باید از جشن گرفتن نوروز خودداری کنند. این هم در حالی است که بسیاری از علمای اسلامی در افغانستان این نگاه و تفسیر طالبان را به نوروز تندگرایانه و بی احساس می‌دانند. محمد محقق، یک پژوهشگر دین در افغانستان، بر آن نظر است که چنین تفسیر به آموزه‌های اسلامی درباره نوروز موافق نیست. آقای محقق بر آن نظر است که جشن نوروز متعلق به یک قوم یا یک منطقه نیست و آن یکی از دستاوردهای تمدن انسانی است. در همین حال با در نظر داشت من نمودن جشن نوروز از جانب طالبان، عید نوروز در کابل در یکی از زیارتگاه‌های شیعیان تجلیل کرده شد. از سبب آنکه این محل به شیعیان تعلق داشت، نیروهای طالبان مانع مراسم جشنگیری نوروز در این مکان نشدند، ولی در زیارتگاه مفصوم در مزار شریف در مرکز ولایت بلخ که همه سال نوروز به طور گسترده و رسمی برگزار میشد، این سال مراسم برگزار نشد. اشرف غنی، رئیس جمهور فراری افغانستان، در یک پیام نوروز را شادباش گفته افزود که طالبان افغانستان را به یک کشور فراموش شده، تنها، عقب مانده و شدیداً ناامید مبدل کردند. همزمان عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، در یک پیام نوشت که نوروز باستانی که بر استوخیز طبیعت و ریشه در عمق تاریخ و فرهنگ دیرینه در این حوزه دارد. حامد کرزی نیز نوشت که فرا رسیدن جشن عنعنوی نوروز و آغاز سال 1402 هجری خورشیدی را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت، در پیامی به مناسبت عید نوروز گفت که ممنونیت نوروز تلاش مذبوحانه طالبان برای زدودن فرهنگ‌های کهنه مردم است. مسعود در ادامه شدیداً از طالبان انتقاد نموده برای ادامه مقاومت علیه این گروه تاکید نمود. قبل از بازگشت طالبان بر سر حکومت سیاسی افغانستان، نوروز هر سال در اول ماه حمل مطابق به 20-21 ماه مارس در شهرهای مختلف افغانستان به شکل باشکوه و گسترده جشن گرفته میشد. سال گذشته که اولین بار نوروز زیر حکومت نو طالبان تجلیل میشد، سخنگوی طالبان به رسانه‌ها گفته بود که حکومت طالبان مانع برگزاری مراسم نوروز از سوی مردم نمیشوند، ولی ما رسما نوروز را تجلیل نخواهیم کرد.